درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار دهم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب پنجم. کوروش این پیشنهاد را پذیرفت و شورای کهنسالان فارس او را فرماندهی لشکری که به ماد فرستاده شده بود تعیین نمود. به کوروش حقوق انتخاب 200 نفر حاماتیم داده شد و در نوبت خیش به هر کدام آنها امکانیت دادند که از بین این حاماتیم ها باز 4 نفری را علاهیده انتخاب نماید. همگی شماره اشان به 1000 نفر می رسید. به هر یکی این 1000 نفر 10 نفر پیلتست ها، 10 نفر غولکاندازان و 10 نفر کمانوران که از بین مردم عادی فارس جلب شده بودند تعیین گردیدند. همین طور لشکری 10,000 کمانوران، 10,000 پیلتست ها و 10,000 غولکاندازان را سازمان دادند. و ضمن آنها به این لشکر 1000 نفری در بالا ذکر شده نیز وارد گردیده بودند. حقوق جمع آوردن چنین لشکر را کوروش داشت. چون کوروش سرلشکر تعیین گردید، قبل از همه به خدایان قربانی آورد. پس از آن که فاری نیک گرفت، 200 نفر را از بین حاماتیم ها انتخاب نمود. سپس هنگامی که هر کدام آنها با نوبت 4 حاماتیم را برای خودشان انتخاب نمودند، همه اشان را جمع آورده به آنها با چنین سخنان مراجعت کرد: دوستانم، من شما را نه از آن سبب انتخاب کردم که فقط در حال حاضر فضیلت‌هایتان را قدر کرده باشم. من از خردسالیم مشاهده می نمودم که شما هر آن چیزی را که دولت ما عالی جناب می شمارد با چگونه جد و جهد به اجرا می رسانید و آن چی را که بد می داند با کدام قطعیت رد می کنید. اکنون می خواهم به شما بگویم که چرا خود من این عهدهداری سرلشکری را با کمال ممنونیت به دوش گرفتم و شما را برای کمک دعوت کردم. من خوب می دانم که گذشتگان ما به هیچ وجه از ما کمتر نبودند و همیشه به چنین کارهایی دست می زدند که نمونه نکوکاری های و شجاعت محسوب می یابند. اما تا به حال درک کرده نمی توانم که آنها با چنین مرتبه های بلندشان
چگونه دولت فارس یا خودشان را غنی گردانیدند. طوری که من باوری دارم آدمان از ره نکوکاری نه بهر آن رفتند که مردانی اشراف و با وجدان هم به قدر بدکاران به نعمتهای زندگی صاحب گردند. برعکس کسی که در عین زمان از لذتها دست می کشد این کار را نه با مقصدی ابداً دست کشیدن از سرور و لذتهای زندگی بلکه برای آن انجام می دهند که به عوض پرهیزگاری در حیات آینده برای خود شادی و سرور زیاد و گوناگون را آماده سازند. آنهایی که برای سخنوری ماهر شدن هدفشان را نه برای آن به دست آوردن می‌خواهند که پیوسته سخنهای زیبا گویند، بلکه امید می‌بندند که با سخنرانیشان آدمان را مطمئن ساخته آنها را برای انجام کارهای بزرگ الهام می‌بخشند. عیناً همین طور آدمانی که خود را به کارهای حربی بخشیدند به این کار نه برای آن مشغول می‌شوند که حیاتشان را در زحمت‌های پرمشقت صرف نمایند، بلکه امید دارند که جنگاورانی ماهر شده برای خود و برای دولتشان سعادت، ثروت و شهرتی بزرگ به دست آورند. اگر پس از این همه تلاش‌ها اقرار شوند که بنابر فرارسی پیرانساری دیگر از ثمره مهنت خود بهره بردن امکان ناپذیر است، پس در این حالت من آنها را با دهقانان مقایسه می کنم که برای نائل شدن به صاحب ملک نمونوی کوشش می کنند که کشتزار را